الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سؤال آمده است که موقف اهل سنت و الجماعت نسبت یزید ابن معاویه ابن ابو سفیان چگونه است؟ البته معاویه و پدرشون ابو سفیان اینها کسانی بودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دیدند و ایمان آوردند و با ایمان وفات کردند و گفته می شود صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند. معاویه و ابو سفیان از جمله صحابگانند و معاویه رضی الله عنه فرزندی داشتند که انا همین یزید است. در بالای یزید مردم به سه فرقه جدا شدند. فرقه یزید را بد دیدند و در بد دیدن غلو کردند، بمانند رافضه ها و کسانی که در همین باب هم فکر آنها هستند. حتی در اول یزید را به فاسق بودن حکم می‌کردند و بالاخره در این روزها رافضه ها یزید را تکفیر میکنند. رافضه ها یزید را و دیگر از صحابگان را تکفیر میکنند. و فرقه دوم در مقابل این رافضه ها یزید را دوست داشتند و دوست می‌دارند و دوستداری خود را آشکار میکنند. و فرقه سوم این وسط هستند، در بین افراط و تفرید، نه غلو کردند و افراط کردند و نه تفرید و تقصیر کردند. میگویند یزید یک مسلمان بود، البته یزید صحابه نبود، یزید از اولیای صالحین نبود، یزید یک مسلمان بود، یک پادشاه و سلطانی بود که به حکم الله و رسول حکم میکرد. کمبودی ها داشت، از همین جهت ما او را دوست نمی داریم و در دوست داشتن یزید همراه نمی شویم و دوست داشتن را نقل نمی کنیم. و البته که ما از دوست دارندگان یزید نیستیم و این چنین یزید را دشنام نمی دهیم، لعنت نمی کنیم، زیرا که حدیث آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند لعن المسلم كقتله، لعنت کردن مسلمان به مانند قتل کردنش هست. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منع کردند از لعنت کردن معین یک شخص مسلمان، چه که در حدیث بخاری آمده است که یک کسی شراب خورده بود در نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، در بعض روایت عمر و در بعض روایت خالد رضی الله عنهم لعنت کردند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منع کردند از لعنت کردن یک انسانی که فاسق است. پس این سه مذهب است و این سخن را ابن القیم الجوزی گفتند و این سخن را ابن تیمیه رحمه الله در کتابشان ذکر کردند، در کتاب حسین، و اینچنین ابن کثیر در کتاب رأس الحسین نقل کردند و این سخن اینچنین در مجموعه الفتاوا شیخ الاسلام مجله 4 صفحه 481 تا 484 ذکر شده است. پس ما اهل سنت و الجماعت میگوییم یزید ابن معاویه ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیه الاموی کسی بود که در زمان خلافت عثمان رضی الله عنه تولد شده بود. این کسی که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را ندیده است، یعنی صحابه نبود، از جمله تابعین ها بود و یگان عملی کفری را
که کفری بواح باشد انجام نداده است. به همین یزید روایت ها هست و علما میگن که 60 نفر از صحابگان رضی الله عنهم بیعت کردند، زیرا حکومت یزید حکومتی بود که به قرآن و سنت حکم میشد. اما چرا یزید را بد میبینند؟ یا که چرا اهل سنت یزید را دوست ندارند؟ برای آن که اولا واقعی حسین رضی الله عنه به وقوع پیوست. حضرت حسین رضی الله عنه خروج کردند و حسین رضی الله عنه را جیش یزید به قتل رسانید. رافضه ها میگن که خود یزید امر کرد یا که خود یزید کشت. البته این غلط است، بلکه رافضه ها به یزید نامه نوشتند که به نزد ما بیا و بعد از این خیانت کردند و ترکش کردند حسین رضی الله عنه را. و یکی از امیرهایی که در لشکری یزید بود حضرت حسین رضی الله عنه را به قتل کردنش امر کرد. خود یزید مباشر امر نکرده بود. این قول معروف است، خیلی که ابن صلاح ذکر میکنند و در بین علما معروف است. بارک الله فیکم. پس همین است مذهبی اهل سنت و الجماعت. حضرت احمد ابن حنبل رحمه الله هم همین رو میگن که ما یزید رو دوست هم نداریم و یزید رو دشنام هم نمیکنیم. هر کاری که کرد به نزد الله میرود جواب میدهد. واقعی دومی که یزید به همین سبب در بین مسلمان ها دوست داشته نمی شود، این واقعی حره بود. اهل مدینه خروج کردند به یزید و یزید نسبت اونها عملی ناشایسته را انجام داد. و غیر از حسین دیگر از انسان ها به مانند اهل مدینه و اینچنین عبدالله ابن زبیر و غیره به او خروج کرده بودند. اما با وجود این همه یزید با اجماع تمام علمای اهل سنت و الجماعت سلف و خلف مسلمان است، مسلمان بود. اگر فاسق بود کسی بگوید هم فاسق را لعنت کردنش را چه خیلی که گفتیم در حدیث صحیح منع است. و بعضی ها میگویند، روایت ها می آرند از روایت های رافضه ها، کتاب های شیعه ها که یزید خمر می نوشید. ابن العربی میگویند هر کسی دعوا بکند که یزید خمر می نوشید 2 شاهد بیارد، یعنی 2 شاهد انیق رو به یک روایت صحیح بیارید. برای اون که دعوا کردن که کسی عرق نوش است، خمر خور است، 2 شاهد لازم است. بله در دین اسلام همچنین است. کسی رو اگر بگوید که زناکار است باید 4 شاهد بیارد. اگر شاهد نورد خودش متهم است و 80 دره زده می شود. پس انا این است. عبدالمغنی المقدسی را نسبت یزید سوال کردند. شیخ عبدالمغنی المقدسی و این امام بزرگ حنبلی بیان کردند که دین ما همین است که نه مثلی که کسی که غلو کرده اند و تکفیرش میکنند یا که بگویم دشنامش میتیند، ما مثل اونها دشنام نمیتیند. و مثل کسانی که دوست دارند و جشن میگیرند و اونا دوستیشون رو اعلام میکنند، مثل اونها هم نیستیم. و ما نه غلو در بدبینی و نه غلو در دوستداری مثل یک مسلمان عادی معامله میکنیم و البته که اون رو ما کافر نمیگیم. انا این است عقیده اهل سنت نسبت يزيد ابن معاوية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.